توی زندگی یه دردایی وجود داره که هیچ وقت از بین نمیره. اونجا دنیا یعنی جایی که صبح از خواب بیدار شدن دردناکه، بلند شدن از رخت خواب دردناکه، حتی نفس کشیدن توی اون زندگی هم دردناکه. من دقیقاً توی همچین شرایطی زندگی میکردم. از روزی که عزیزترین فرد زندگیمو از دست دادم. دخترم مدی همه زندگیم بود. من یه مادر مجرد بودم و پدرش زمانی که مدی هنوز یه نوزاد بود ما رو ول کرد و دیگه هیچ وقت ندیدمش. البته برام مهم نبود چون اون کاملا مرد بی‌مسئولیتی بود. تنها چیزی که بهش اهمیت میدادم مدی بود. اون برام به اندازه همه دنیا ارزش داشت. 8 سال ازش به بهترین شکل مراقبت کردم تا اینکه اون تصادف لعنتی اتفاق افتاد. اون روز صبح برنامه‌ریزی کرده بودم تا برم به یه فروشگاه بزرگ و کل مایحتاج اون ماه رو ازش خرید کنم. اما قبل از اینکه از خونه بیرون برم دیدم مدی لباس پوشیده و ازم میخواد با خودم ببرمش. تعجب کردم چون مدی اونقدر بزرگ شده بود که بتونه تنها توی خونه بمونه. شب قبلم باهاش در این مورد حرف زده بودم و میدونست دلم نمیخواد جاهای خیلی شلوغ همرام بیاد. ولی چون دیدم خیلی اصرار میکنه و میگه میخوام برای خودم یه جعبه شکلات عسلی با پس‌اندازم بخرم، قبول کردم با خودم ببرمش. گرچه بهش گفتم خودم برات میگیرم و میارم، اما با شیطنت دخترونش بهم گفت مامان جعبه شکلات بهونه است، میخوام بیشتر باهات باشم. بنابراین دیگه مقاومت نکردم و با یه لبخند درخواستشو پذیرفتم. اون هیچ وقت نمیخواست ازم دور باشه. حتی برای کارهای کوچیکم وقتی بیرون میرفتم دلتنگی میکرد و دوست داشت کنارم باشه. اکثراً هم موفق میشد. باور میکنین احساس میکنم اون فقط دخترم نبود، بهترین دوستم بود. اون روز نحس بعد از اینکه ما از خونه بیرون رفتیم مدی ازم خواست تا فروشگاه رو مسابقه بدیم و قبل از اینکه من چیزی بگم به سرعت شروع به دویدن کرد. ازش خواستم سرعتشو کم کنه و خیلی از من فاصله نگیره. بعد سعی کردم خودم رو بهش برسونم، اما قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی افتاده صدای جیغ بلندی رو شنیدم و دیگه نتونستم ببینمش. همه اینا انگار توی یه لحظه اتفاق افتاد و یهو متوجه آدمایی شدم که دورش جمع شدن. یکی داد میزد و میگفت سریع با پلیس تماس بگیرید. یکی میگفت به آمبولانس زنگ بزنید. اونجا بود که متوجه شدم مدی با کامیون تصادف کرده. راننده ظاهرا سعی می‌کرده سریع از چراغ چشمک زن رد بشه تا پشت چراغ قرمز معطل نمونه و چون ماشینش بزرگ بود و مدی من کوچولو توی نقطه کور راننده قرار میگیره و از اونجایی که پای راننده روی پدال گاز بوده تا زودتر از چراغ قرمز نجات پیدا کنه نتونسته به موقع عکس‌العمل نشون بده و من به همین راحتی مدیو از دست دادم. کل دنیای من فقط توی چند ثانیه از بین رفت. هرچند این درد غیر قابل تحمله اما عذاب وجدانش بدتر بود. وقتی راننده دستگیر شد دوستان و خانوادم بهم گفتن که با اجرای عدالت آرامش میگیرم، اما نمیدونستن عدالت واقعا اونجا برام مهم نبود، چون قرار نبود با زندانی شدن اون راننده مدی من برگرده پیشم. من تبدیل شدم به یه جسد متحرک، یه پوسته خالی. بعد از اون اتفاق از محل کارم مرخصی گرفتم و مدتی رو برگشتم پیش پدر و مادرم، چون اصلا نمیتونستم خونم و بدون حضور مدی تحمل کنم. خیلی کم بیرون میرفتم، فقط گریه میکردم. هفته ها قلبم و دنیام از هم پاشیده بود و بعد چند ماه فقط برای تهیه مایحتاج خونه بیرون رفتم. من برای خرید همیشه سوار مترو میشدم. بعد از رفتن مدی دیگه با ماشین خودم جایی نرفتم. نبودش روی صندلی کنارم عذابم میداد. اغلب حتی توی مترو هم اشک میریختم، چون همه جای شهر با مدی خاطره داشتم. اون همیشه همراهم بود و حالا من بدون حضور اون خیلی سخت بود. وقتی اطرافیانم شروع میکردم به دلداری دادن من اصلا بهشون اهمیت نمیدادم و نمیدیدمشون. توی ذهنم دنیای اطرافم رو بسته بودم و کسی رو توی خلوتم راه نمیدادم. هیچ چیز دیگه برام مهم نبود تا اینکه دیدم یه روز اون دقیقاً روبروی من توی مترو نشسته. اونجا بود که همه چی تغییر کرد. مطمئن نبودم اما به نظرم همسن و سال دخترم بود و انگار زیباترین چشمای آبی رنگ دنیا رو داشت. نمیدونم چرا اما اون بچه در طول راه دائم به من نگاه میکرد و مستقیم به چشمام خیره شده بود. اولش فکر کردم شاید یه چیزی روی صورتمه، اما بعد از اینکه خودم رو توی آینه دیدم متوجه شدم همه چی عادیه. نگاه کردن دائم اون دختر بچه منو گیج کرده بود. با خودم فکر کردم شاید چیزی ازم میخواد. مورد دیگه‌ای که توجه منو جلب کرد
اینه که اون دختر بچه خیلی ساکت بود. همونطور که قبلا گفتم نمیتونم سن دقیقشو حدس بزنم، اما ظاهرش انگار حدوداً 8 یا 9 ساله به نظر میرسید و میدونستم این بچه نسبت به سنش زیادی و البته به طرز عجیبی ساکته. اون تا پایان مسیر مترو بدون اینکه چیزی بگه فقط به من خیره شد و وقتی به ایستگاه رسیدم و از مترو بیرون رفتم با چشماش دنبالم کرد. برام تجربه عجیبی بود. اون شب وقتی به رخت خواب رفتم فکرمو خیلی مشغول کرده بود. از اولین دیدارمون 3 روز گذشت تا اینکه دوباره قرار بود سوار مترو بشم و در کمال تعجب دوباره اونو دقیقاً همون جایی که قبلا نشسته بود دیدم، با همون حالتی که دفعه قبل داشت. این بار رفتم و کنارش نشستم و سعی کردم بیشتر بهش دقت کنم. اون چند تا کتاب دستش بود به علاوه ظرف غذاش. احتمالاً داشت از مدرسه برمیگشت. سعی کردم باهاش ارتباط برقرار کنم، به همین خاطر ازش پرسیدم امروز مدرسه چطور بود؟ اما اصلا به هم جواب نداد. یک کلمه هم حرف نزد. فقط همونطور خیره به چشمام نگاه میکرد. با خودم فکر کردم احتمالاً یه بچه خجالتیه و دلیل سکوت زیادش هم همینه. اما بازم دلیل این همه توجهش به من برام روشن نشده بود. چند روز بعد دوباره زمانی که میخواستم از مترو استفاده کنم با خودم فکر کردم ممکنه امروزم ببینمش. و این دفعه رفتم و یه هدیه واسش خریدم. بعد از سوار شدن همونطور که حدس می‌زدم دوباره دیدمش. طبق معمول همون جای همیشگی نشسته بود. بنابراین بهش گفتم سلام عزیزم. نمیدونم چرا مدام به من نگاه میکنی یا چرا اینقدر مجذوب چهره من شدی، ولی من دلم میخواست اینا رو ازت سوال کنم چون مدتیه دارم به جوابشون فکر میکنم اما هنوز نمیتونم بفهمم دلیلشو. اشکالی نداره اگه دلت نمیخواد جواب بدی. راستش منم عین خودت زیاد اهل صحبت کردن نیستم، ولی تازگی‌ها خیلی بهت فکر میکنم. به همین خاطر واسط یه هدیه خریدم. بعد جعبه شکلات عسلی رو بیرون آوردم و بهش گفتم این قبلا خوراکی مورد علاقه دخترم بوده. بنابراین با خودم فکر کردم تو هم حتما از اینا دوست داشته باشی. پس وقتی رفتم فروشگاه یکی برات برداشتم. البته میدونم حتما پدر و مادرت بهت گفتن از غریبه ها چیزی قبول نکنی، اما این یه خوراکی بسته و مهر و موم شده است. پس خیالت راحت باشه. امیدوارم خوشت بیاد. ضمناً با توجه به کتاب و دفترات مشخص از مدرسه داری برمیگردی و از اونجایی که دیگه دیر وقته حتما گرسنته. پس میتونی اینو به عنوان میان وعده بخوری که سیر نگهت داره تا زمانی که برای شام به خونه برگردی. اونجا بود که دختر عجیب و غریب یه لبخند زد و بعد در جعبه رو باز کرد و یه مقدار ازشون رو برداشت و به من تعارف کرد. ازش تشکر کردم و اونم شروع کرد به خوردن شکلاتا. بعد بقیه راه رو تا رسیدن به ایستگاه باهاش حرف زدم. گرچه اون اصلا جوابمو نمیداد و حرف نمیزد، اما حرف زدن با اون احساس بهتری بهم میداد. انگار برام یه جور درمان بود. من بعد از مدت‌ها احساس خوبی داشتم. این دوستی عجیب ما مدتی ادامه داشت و من همیشه قبل از سوار شدن به مترو براش جعبه شکلات عسلی می‌خریدم و کل راه رو باهاش حرف می‌زدم. اونم فقط توی سکوت خوراکیشو می‌خورد. من حتی از ماجرای از دست دادن دخترم و اون تصادفم براش حرف زدم. صحبت کردم با اون دختر بچه همیشه حالمو بهتر می‌کرد. به طوری که بعد از چند هفته متوجه شدم روزا رو با انتظار دیدن اون میگذرونم و شبا با فکر کردن بهش. همه چی همینطوری پیش میرفت تا اینکه یه شب از فروشگاه مترو جعبه شکلات مورد علاقه‌ش رو خریدم و رفتم برای سوار شدن به واگن همیشگیم. اما قبل اینکه سوار بشم متوجه یه چیز عجیب شدم. اون واگن پر شده بود از مردایی که ظاهر عجیب و غریبی داشتن. همشون کت‌شلوار مشکی پوشیده بودن. البته باید بگم من آدما رو از روی ظاهرشون قضاوت نمی کنم، اما با کمی دقت میشد راحت فهمید که اونا واقعا یه مشکلی دارن. یکی از اون مردا روی صورتش جای زخم بدی داشت و چشماش کاملا قرمز شده بود. دوست داشتم تقریبا ظاهری شبیه اون داشتن. اون دختر کوچولویی هم که باهاش دوست شده بودم دقیقاً وسط اونا نشسته بود و همینطور که مستقیم داشتم بهش نگاه میکردم میتونستم بفهمم خیلی ترسیده. میخواستم سریع وارد واگن بشم و کمکش کنم، اما قبل از اینکه پامو بذارم داخل واگن اون یهو حالتش تغییر کرد و با تکون دادن سرش به من گفت سوار نشو. نمیدونم چرا اما همه ی اعضای بدنم بهم میگفت به حرف اون بچه گوش بدم.
بعد یه سری آدم عادی دیگه هم داخل واگن رفتن و انگار اصلا اون مردای عجیب و غریب براشون اهمیت نداشتن و خیلی راحت و بدون فکر سوار شدن. دیگه نزدیک بود درا بسته بشه و مترو حرکت کنه. خوب میدونستم اگه سوار نشم باید حدود 40 بلوک و پیاده به خونه برگردم و این مسیر حدوداً 45 دقیقه تا 1 ساعت طول میکشید، چون حدود 3 کیلومتر دورتر از ایستگاه مترو زندگی میکردیم. به هر حال نهایتاً تصمیممو گرفتم و به حرف اون دختر کوچولو گوش دادم. پس درها بسته شد و من یه پیاده روی طولانی رو به طرف خونه شروع کردم. توی مسیر مدام به اون دخترک فکر می‌کردم و اتفاق عجیبی که افتاد باز احساس گناه به سراغم اومده بود. به خودم میگفتم باید بیشتر برای کمک کردن به اون بچه تلاش می‌کردم که بتونم از مترو پیاده‌اش کنم. البته از طرفی میدونستم بردن اون بچه ممکنه برام دردسر درست کنه. من نمیتونستم بچه یه غریبه رو بدون اجازه والدینش بیرون ببرم. بالاخره به خونه رسیدم. یه دوش آب گرم گرفتم و تمام مدت به این فکر میکردم که ممکنه دفعه بعدی که سوار مترو میشم ببینمش. واقعا نگران شده بودم و فکرمو کاملا مشغول کرده بود. سعی کردم خودمو با پختن شام مشغول کنم و زیاد بهش فکر نکنم. بعد جلوی تلویزیون نشستم و در حالی که با بیخیالی کانال‌ها رو عوض می‌کردم متوجه یه اتفاق وحشتناک توی کانال خبری شدم. انگار 4 جسد تیکه تیکه شده و خونی توی مترو پیدا شده بود و قربانی‌ها اکثراً بخشی از اعضای بدنشون توی صحنه جرم وجود نداشت. پلیس گفته بود که تحقیقات اولیه اونا رو به یه قتل آیینی توسط یه گروه مذهبی عجیب رسونده و تحقیقات بیشتر همچنان ادامه داره. بعد مجری شبکه اشاره کرد که سال قبل هم یه قتل غم‌انگیزی مشابه همین قتل‌ها داخل مترو اتفاق افتاده. با شنیدن حرفای مجری برنامه واقعاً وحشت کرده بودم. اون گفت این حادثه داخل واگن شماره 9709 اتفاق افتاده. دقیقاً همون واگنی که من همیشه سوار میشم. یعنی همون واگنی که اون شبم میخواستم برم. گرچه شنیدن اون قتل‌های وحشتناک همینطوری هم منو کاملا فلج کرده بود، اما اون چه در ادامه تلویزیون نشون داد کاملا منو توی شوک برد. اون گفت این دومین قتل از قتل‌های این فرقه محسوب میشه. قتل‌های وحشیانه‌ای که مربوط به آیین عجیب و ترسناک اوناست و اولینش اواخر سال گذشته اتفاق افتاده. مقتول دختر کوچولوی 9 ساله‌ای به اسم امبر تامسونه که زمان برگشت از مدرسه توی همون واگن به طرز فجیحی به قتل میرسه و بیشتر اعضای بدنش رو بیرون آورده بودن. وقتی عکس اون دختر بچه رو نشون دادن نمیتونستم به چشمام اعتماد کنم. امبر همون دختر کوچولویی بود که من توی مترو باهاش حرف میزدم و براش خوراکی میخریدم. پس چطور ممکنه اون 1 سال قبل مرده باشه؟ سعی کردم حرفاشون رو توی اخبار باور نکنم، چون اصلا با عقل جور در نمی اومد. چطور ممکنه اشتباه دیده باشم؟ اون دختر چشمابی زیبا که باهاش دوست شده بودم کاملا واقعی بود، ولی از طرفی اون تصویرم عکس امبر بود. دائم از خودم میپرسیدم آخه چطور ممکنه من بچه‌ای رو دیده باشم که 1 سال قبل مرده؟ فکر کردن به این چیزا داشت دیوونم میکرد، چون ذهنم نمیتونست از پسش بر بیاد و درک نمیکردم جریان از چه قراره. پس دیدم تنها راه فهمیدن حقیقت و صحبت کردن با والدین امبره که البته اصلا آسون نبود، ولی بالاخره موفق شدم مادرش رو پیدا کنم و یه شماره تماس ازش به دست بیارم. پس باهاش صحبت کردم و یه قرار ملاقات گذاشتیم، در حالی که اصلا مطمئن نبودم کارم درسته یا نه. ممکن بود با گفتن اون چه که اتفاق افتاده و تجربه کردم داغ اون مادر رو تازه کنم و زخم کهنش دوباره باز بشه. پس قطعا این کارم درست نبود، ولی از طرفی هم واقعا نمیتونستم این جریان رو توی دلم نگه دارم. بالاخره به دیدنش رفتم و زمانی که داشتم کل ماجرا رو براش تعریف میکردم شک داشتم که اصلا حرفامو باور کنه یا نه، چون من یه غریبه بودم و حالا داشتم بهش میگفتم دخترشو که 1 سال پیش فوت کرده چند بار دیدم و باهاش حرف زدم. آخه کی اینو باور میکنه؟ اما دلمو به دریا زدم و همه چیزو کامل براش تعریف کردم و خانم تامپسون خیلی آروم و دقیق به همه حرفام گوش داد. وقتی حرفام تموم شد به چشمام نگاه کرد و گفت من حرفاتو باور میکنم و بعد یه داستان عجیب دیگه برام تعریف کرد و قسم خورد چندین بار امبر رو داخل خونه دیده و همینطور گفت اونم هر وقت دیدش کتابای مدرسش دستش بوده.
اون ملاقاتمون تا نیمه های شب طول کشید. ما به خاطر درد مشترکی که بابت از دست دادن دخترمون داشتیم ناخودآگاه همدیگر رو جذب کردیم و بالاخره بعد از چند ساعت صحبت کردن ازش خداحافظی کردم و به سمت خونم برگشتم. هیچ وقت آدم با ایمان و معتقدی نبودم، اما بعد از صحبتام با مادر امبر احساس آرامش می‌کردم و باور داشتم حتی اگه نمیتونستم دخترکم رو مثل امبر ببینم، اما دیگه میدونستم دختر کوچولوی منم مراقبمه و داره تماشام میکنه. داستانی که شنیدید توسط یک کاربر ناشناس توی ردیت منتشر شده. این اتفاق عجیب چیزی بوده که مادر بزرگش خانم ناتالی کولمن در اوایل دهه 90 توی مترو تجربه کرده بود. زمان وقوع قتل‌ها به جز چند مکالمه خبری که نشون میداد چه اتفاقی افتاده، خیلی ماجرا رو رسانه‌ای نکرده بودند. اما بعد از قتل عام وحشتناک دوم و پیگیری پلیس این اتفاق دیگه تکرار نشد و البته باید بگم عاملان این جنایت هم هرگز پیدا نشدن.